بی‌پروایی کرد عرق خوره. عرق که آدم بی‌پرواتر میکنه همین چله مست و چله چی همین خیلی بی‌پروا از سبب بی‌پرواگیش وقتی نماز گذشته رفت بی‌پرواگی کرد کافر میشه از سبب بی‌پرواگی به نماز. خیلی که در این آیت را علما میبرند فخلف من خلفهم اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فهل یلقون غیا. گفته زیری هم به علمای مفسر خیلی صحبت‌ها زیاد کردن بخصوص کسایی که در مسئله تاریک الصلاه بودند. یعنی در آخر زمان کسایی میان که فخلف من خلفهم اضاعوا الصلاه، صلات اضاعت کردن معنیش این است که یعنی به سبب از سبب‌ها نماز اخیری وقت ببره یا که ناخوندم خیلی کرد. واتبعوا الشهوات، شهوات به مطابقت کرد. اینها جهنم انداخته میشن میگه اعوذ بالله. یعنی به سبب شهوت نماز آهسته آهسته ترک کرد. همین شهوتی عرق یک از شهواتو سبب میشد که بی اهمیتی به نماز شدن گرد. بی اهمیتی به نماز این کفر است، کفر اکبر میشه. اما بعضی انسان هایی که هر روز عرق نمیخورد و یک بار بیخبر یک بار دو بار عرق خوردمون لیکن عرق زیاد خورد، عرق زیاد خورد، عرق خورد و غیل دو موند. این تگی این حدیثی که شما ذکر کردید حدیث سیب داخل میشه. این زیر نوم بم داخلش نش ممکن، زیر عقل بم داخلش نش ممکن. دو چیز برای اون که بسیار عرق رو وقتی که عرق بسیار خورد بیهوش شده میمونه و یا حتما عقل از دست میتید به مانند همون یک مدت معین به مانند کسایی که نارکوس به هستن خیلی همون از سبب سخت مسئول غلیده موندن نفهمیدنش. اگر همیشه این کار تکرار نکنید بعضی اگر تکرار شده باشد اینا یک بار تکرار کردن نمیشه، زیرا که این مسئله عرق دو جانب که کفرش نشون. مسئله تارک الصلاه دو جانب که تارک الصلاه که نماز ترک میکنه یا تارک الصلاه که بعضی از عملها را میداند که همین عمل او را از نماز میدارد لیکن باز همین عمل کرده هر روز یا بسیار تکرار کرده نماز بی اهمیت کرده نماز ترک کرده میگیره، اینم کفر میشه. بسیار عرقخورها از همین جانب کفر میشه که عرق میخورد و میداند که بعد از همین نماز نمیخونه لیکن با خونده بی اهمیتی کرده قریب این کار هر روز انجام میده. اما بعضی عرقخورهایی که خوردن نمیخواد نوشیدن نمیخواهد و نمازش به اهمیت میدهد اما بعضی حالت شهوت مجبورش کرد و بعضی از حالت ها همین عرق نوشیده که مشغول شد و سخت از خود رفت و بیهوش شد و خیست و پشیمان شد. البته که نمازش از همین سبب کنده شد، البته که تکفیر نمیشد. والله اعلم.